خواهم دنیا را از نو بسازم. دنیا را می خواهم به ذوق و سلیقه خود نزدیک بکنم. تجلی آن دنیا چشمان مرا می برد و هوشم را می رباید. من این دنیا را حتمی به خودم مانند می کنم. می بینیم وقت شناسم. نه، دیر نمی مانم. حتمی در این روزهای نزدیک شروع می کنم با سازی دنیا را. آغاز از نزدیکانم خواهد بود. آسمان باران آلوده شهر دوشنبه از میلاد مبارک سیف رحیمزاد گواهی می دهد. برگریز درختان پاییز هم از زیبا بودن اثرهای او به مانند ترانه خاکی پریان، ستاره های سری تنور، دروغ سفید، داغ‌های آفتاب و اولین حکایه او گنجشک سفید به ما پیامی زیبایی از سبزبهار را می دهد. سیف رحیمزاد افردی یکی از شخصیت‌های ناتکراری تاجیک بود که در وجود خود هنرهای بسیار زیبای نهفته داشت. آن هم به مانند نقاشی، عکسبرداری، فیلمبرداری، نویسندگی و باز چند هنرهای دیگر. سیف با دنیای ناتکرار خود در زمانی برای تاجیک و تاجیکستان خیلی هم حساس، محیطی سالم و زیبایی را توانست بیافرد. واقعا شما درست گفتین که آمدن سیف رحیمزاد افردی به عرصه سیاست همچون راهبری دستگاه ایدئولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حیث رئیس کمیته تلویزیون یک تحولات بود. کرختی بود تا آمدن سیف. او آمد، دنیایش دیگر بود. 40 روز همه حیران شدیم. کسی نمیدونست چیکار کند. هرچی او میخواست مردم نمیتوانست. هرچی او میخواست وقت در کار بود که درک کنی که چی میخواهد. و از چند صد نفر کارمند همه شده ممکن 40-50 نفر درک کردن سیف را و زود مطابقت شدند به اندیشه و افکار و عمل سیف رحیمزاد افردی. هزاران بار شکرانه خداوند در اون قطار من هم بودم و انتخاب کرد از میان تعداد زیاد ژورنالیستان، کارگردان ها و عموما همه تخصصهای تلویزیونی یک کمند خودشه و در اون کمند خوشبختانه من بودم و نخستین کاری که کردیم با عضوی کمانده بالخصوص معطر جورایه و با چند نفر دیگر به سر گوری استاد رفتیم، گلگزاری کردیم، دعا خواندیم، دعا گرفتیم و اینک این رسمی استاد در بالای میزیکوری من از روزهای نخستینی به حیث راهبری تلویزیون پایتخت آمدنم گذشته شده است و گویا که هر روز به او حسابات میدهم و از او مصلحت میپرسم. سلام میگید هر روز. بله. برای که دیدی وای دیگر بود. باید همین خیلم کرد در زندگی. همون چیزی که در زندگی میخواست و همون چیزا کرد. یعنی از تربیت فرزندش، از نوشتهاش، از زندگیش، از مناسبتش با رفقان، همه چیز این بدون ناتکرار است. این چیزا و فقط خاص سیف هستند و همین خیلی به دنیا آمدگی بود. از همه شخصیت او برمی اومد. واقعا از او دوره که من میشناختم و در بین دیگر نفرهایی که همکار بودن با بعد از قصه های دانشجوییش و همه چیزی که اونا میشنیدیم میگفتن که واقعا سیف با خصلت خودش از همه اونا فرق میکرد. ما انسان ها میتونیم باید دیگر مانند باشیم، مثلا در خاراکتر ما نفس شکستگی و یک امیت هایی داشته باشیم، ولی من تا جایی که شناختم و میدونستم سیف قریب که به کسی مانند نبود. فقط شخصیت هایی که یک خصلت و انا نمیدونم یک فطرتی که دارند خداوند با اونا استعداد و از همه جهت داده است، هم در شکل و هم در باطن اونا میخواهند دنیا را تغییر بدن. کارش،
فکرش، ذهنش، همش سر تا پا آبادی بود، روشنایی بود، پیشروی بود، رشد بود، تکامل بود. و ما شاگردان اگر لحظه به یاد او باشیم این ممکن نیست، زیرا که ما کار او را ادامه میدهیم. چطور ما میتوانیم به یاد او باشیم؟ رنج او اصلا همین بود هنگام نشست ها و هنگام جلسه ها و یا که همه نشست های دوستانه هم رنجش فقط همین بود که اون چیزی را که او میخواست، اون چیزی را که او کردن میخواست، مثلا یک نیروی مقتدر در کار بود، یک نیروی مقتدر در کار بود که این خواسته های او اجرا شوند. مثلا از لحاظ کادرهای با قوت یا ذهنیتی با قوت، مثلا همه چیز کمی میکرد برای او ایده را میگفت و ایده را پیش میپرتافت، نظر و یک فکر تازه را بعدا کمی میدیده که چهرهش میگرفت، میگفت که کی باید این رو بکنه و همش که دست من نمیرسد، باید این را کسانی باشند که خیلی که من میخواهم همون خیلی باشد. مثلا او یک انسانی بود که میخواست صدایش به دوری ها برود. یکی از شخصیت های بسیار برجسته و نوآور بود، برای که هم معرفت فارس تاجیکی کلاسیکی خیلی خوب میدانست و هم فرهنگ غرب خیلی خوب میدانست. از نه فقط در رشته مثلا یک چیزی معین مثلا ادبیات، بلکه هم در ساحه موسیقی، هم در ساحه رسامی و هم در ساحه سینما. شاید در ساحه سینما خدمت کرده باشد کمتر، ولی این مثل آیسبرگ بود. آیسبرگ اون یخی که همگی چند فایزی کوچکش در روی آب است، دیگه اونش اصلش دیگه در اصل بزرگش در ته آب است. مثل آیسبرگ بود که مثلا از همون چیزی که در وجودش بود یک چیزی ناچیزی مثلا روی آب آورد به مثل اثرهایش. خودش خیلی عمیق بود. از همین جهت مثلا وقتی که او اثرهای رسام مردمی ما از سبزعلی شریف و استاد سبزعلی شریف توضیح میداد همچون یک بیننده و چیز فهمیده آگاه شده، در ردیفش مثلا خیلی کم آدم یافت میشد که اینقدر عمیق رمز رنگ ها، رمز نقاشی، رمز انعکاسی دنیای به واسطه مثلا هنری رسامی بررسی کرده باشد. یعنی خیلی با استعداد، خیلی عمیق و خیلی حرفه‌ای توضیح و تدقیق میکرد. از روزی که من با سیف رحیمی شناس شدم تا آخر عمرش من او رو تنها میدیدم، چون که مرد اصیل، ایجادکار اصیل فقط خود به خود سخن میراند، خود به خود ایجاد میکند، خود به خود اندیشه میکند. چون که منم توجه خودم هم تنهایی رو دوست میدارم. تنهایی به معنای اونه که از هم جامعه دور شوی، تنهایی به معنای اونه که مثلا از خویش و تبر و از فرزندان از همه دور شوی. تنهایی به اون معنایی که خلاصه خود رو نسبت به جامعه و نسبت به زندگی براری باید تنها شنی، یعنی گوشه‌نشین باشی. گرچنده که سیف رحیم در بین جامعه بود، در بین دوستان و رفیقان بود، او همه وقت به خود میرفت، یعنی در فکر و اندیشه خود میرفت، به در خیالی بود، در اندیشه خود بود. همه وقت مشاهده میکرد، یکی در یک معرکه اگر میشدیم و یک محفل میشدیم، یک بحث مناظره میشد و هم یک آواز بلند قطع میخندید و بعد به حد امین سکوت میرفت و دیگران را گوش میکرد، فقط گوش میکرد. سخنرانیش به نهایت کم بود، کم سخن میراند. وقتی که سخن میراند دیگران تماما او را گپ او را نمیبریدند، چون که سخنهای میگفت که میخواستی فقط گوش کنی او را. سیف رحیمی افرزاد را من همچون نویسنده و همچون دوست دیرین میشناسم
و همیشه در یاد من او زنده است. برای آنکه او در ادبیات با سبک و اسلوب خود آمد، با یک نوگانی آمد، با مهر آمد و عاشقانه آمد. اولین حکایه او گنجشک سفید که در کمسمال تاجیکستان چاپ شده بود، با همه حکایش علاقه دلها را تسخیر کرد. دیگر چیزی که او در ادبیات وارد کرد این ستاره های سر تنور قصه بود که با سبک و اسلوبش، با یک نگارشش و بسیار زیبا گفتنش به دلها جا شده بود. سیف رحیمزاده افردی موفق بر آن گشت که به محیط باطنی زنان، به محیط باطنی انسان و محیط عادی کوهستانیان وارد شود و آن همین محیط را برای بیننده و برای خواننده روشن نماید. توانست که از دیدگاه یک دختر کوچک دنیا را ببیند. Oče, vidimo da kodiš će ovar. Mada me zeba. Me zeba? Takta di da ona da? Ne ya. Yoruma? Ova. Nushi? Ma. السلام علیکم. السلام علیکم کنی. ای رحمت، ای بارک الله، به خانتان درآییم ممکن؟ ها. عجب لنتهای خوشروی. مبارک شود، مبارک شود، مبارک. اینها را به تو کی خرید؟ خودیر. خودیر. آفرین. اوه 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 وای 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 وای. گرچنده که من اثر خود با اثر شناس بودم، با این رمان من شناس بودم. وقتی که سیناری خوندم این تماما دیگر چیز به من بسیار نزدیک شد، چون که یک چیز جهت تصویریش بلند بود. به حد سیناری جهت تصویری بدیعتش بلند بود، برای همین بسیار به من معقول شد. و سیف گفت که فکرت چی؟ من گفتم بسیار با من بسیار معقول. گفت معقول که باشد، گفت نباشد رسام همین فیلم خودت میشوی. من در روزگی ندادم، چون که من میدونستم که با بسیار دوستانی که من همکاری میکردم بسیار وقت گپمون میگریخت و دوستیمون دور میشد. من نمیخواستم سیف رو همچون دوست از خودم دور کنم، چون که چه او سختگیر چه من سختگیر نسبت به هم دیگه به خود. برای من گفتم سعی کنم نمیشه که همین من رسام یافته تو میتیم، رسام با مهارت از شاگرد خوب دارم، لیکن من خودم گفتم همین مناسبت‌های ما همین خیلی ماندو مناسبت‌های ما یعنی کار خاطر مناسبت نگیریم. گفت که نه، فقط خودت در کار من با. برای همین سبب شد که بعد من یک ماه دو ماه با شاگردم شدیم همین سناریو قطعی خامک ها ساختم، یعنی اسکیس ها ساختم وابسته با همین فیلم ستاره سر تنور. وقتی که بعد دو ماه سیف اومد اسکیزو را که دید بگو همین را من میخواستم. بزرگی این مرد در آن بود که خدا رحمتش کنه هم ژورنالیست بود، هم کارگردان بود، هم کارگردانی آواز بود، هم تنظیمگر بود، هم راهبر بود و حتی ببینید که اثرهای نوشتهش تا اونی که به کمیته تلویزیون اومده است سوژه دارن. یعنی هر اثری او رو میتوان کینو کرد، هر حکایه او رو میتوان گویا وقتی که اثرهای سیف میخونه نوار دارند. خداوند در وجود این انسان نویسنده ژورنالیست و یا نویسنده ژورنالیست کارگردان، این وجود این انسان یعنی پر از رادیو را هم دوست می داشت. نخستین رادیوهایی که مثلا تأسیس داده بود باز هم سیف رحیم بود. این سالا
وقتی که دوره شوروی بود، وقتی اولین چیزا شکایاش پیدا شد، مجله های گوناگون شوروی در اوکراین به زبان اوکراینی ترجمه شد، چاپ شد. خب او هم بعد به سینما آمد، برای یک فیلم مثلا کارگردانی میرم یوسفووا یک سیناری نوشت با نام ایام علف‌های زرد و چند فیلمی مستند هم ساخت در تاجی فیلم. و از روی اثر خودش که من میدونم که مثلا از روی ستاره‌های سری تنور چند نامه‌شون رو نمیگیرم، کارگردان‌های تاجیک دعوا کرده بودن که فیلم بگیرند، میخواستن فیلم بگیرن، ولی که هر باری که شروع میکردن تا با آخر دنیای سیف فرا گرفتن نمیتونستن، شاید با این خاطر دست میکشیدن. و من خودم خوشبخت حساب میکنم که یکی از آدمانی بودم او را ترغیب کردم، او را نمیدونم پوش دادم، تکان دادم که خودش از روی این اثرش فیلم بسازد. واقعا این چیز به ما نصیب شد و من در پهلوی این اکای سعدالله خیلوش رحیموف که اون سالها دیرکتوری کیناستودیا بودن و من به حیث محرر کار میکردم، ما او را یاد داریم. همین در نزد کتابخانه فردوسی نشسته بودیم و با هم واخوردیم و پیش مسئله گذاشتیم که حتما باید از روی این پویست خودش یک فیلم بسازد و ما او را توانستیم باور کنونیم. و با یک سببی مثلا با خودش هم که همچون کینماتوگرافی شروع کرده بود، در تلویزیون یاردمچی نواربردار بود. وقتی که به تلویزیون آمد اولین کاری که کرده بود و خودش هم عکاسی خوب بود، دستگاه های عکاسی زیاد داشت، به این کار مشغول، عکس می گرفت و سبکش بسیار بینایی بود. هر چیزی می نوشت در او می دیدی و مثلا در هر سطرش یک تصویری را می دیدی و بسیار سینمایی بود، ولی یک چیز سینمایی بود که باز در او ادبیات بود و سخن بود و آهنگ بود و خیلی به هم پیوسته و چیز بودن. بله یک ارکیتکتوری داشتن، یک ارکیتکتونیکی داشتن، آثارش که مثلا او را باید فراخ می دیدیم. مثلا نمیشید مثلا موسیقی که سیف در اثرش جا کرده بود با موسیقی دیگری عوضش کنی، باید حتما موسیقی او را احساس میکردی و همون موسیقی را استفاده میکردی. شاید مشکلی برای دیگرها همین بود که شاید تصویرش میدیدن ولی در او ارکیتکتونی که بسیار به هم سخت پیوسته، موسیقیشه و مثلا رنگهاشه مثل که سیف دیده نمیتونستن، به همین خاطر دست میکشیدن برای از روی آثار او فیلم ساختن و چند چیزهای دیگر هم تا جایی که من میدونم بسیار حرف میزد. چند یک فیلم نامه تهیه میکرد با نام سوپرمن، دربارش بسیار همون سالهای 90 99 98 زیاد میگو، خصوصا سالهای 98 97 98 درباره شاید در او بایگانیش باشه. این مرد به استعداد از همه جهت بود، هم شاعر بود، هم فیلسوف بود، هم رسام بود، هم سینماگر بود، هم نویسنده بسیار برجسته بود. همش آمده است در همین جوهری استعداد همین سیف. من نمیدونم که به این سالهای نزدیک ما این خیلی شخصیت را باز پیدا کرده میتوانسته باشیم، برای که اون چیزی که در توأم آمد در وجود همین انسان